مردم رمضان را گوناگون پیشواز می‌گیرند. بعضی‌ها با تماشای برنامه‌های ورزشی، مسابقه فوتبال مشغولند. بعضی دیگر باشد با تماشای سریال‌ها و برنامه‌های گوناگون روزی خود را سپری می‌کنند. گروهی دیگر را باشد غمش تنها در خوردن و پوشیدن و خرید کردن است. اما بسیاری‌ها رمضان را با خواب می‌گذرانند و از این ماه چیزی استفاده نمی‌برند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید خاک به بینی کسی که رمضان میآید و میرود و گناهان او بخشیده نشده‌اند. و برای آنکه ما زیر این حدیث قرار نگیریم باید برای استقبال رمضان نیت خود را خالص و اراده امان را قوی کنیم. شبها و روزهای آن را غنیمت شماریم تا رضای خداوند را به دست آوریم و مثل کسی باشیم که به باغ پرمیوه می‌دراید و تا توان قدرتش هر چی که میتواند با خود از آن میوه‌ها میگیرد. برای خوب استفاده کردن وقت در ماه رمضان از خودی حاضر برای خود نقشه بکش. آیا می‌دانی ساعت‌های ماه رمضان 720 ساعت است و از این 660 ساعتش در خواب، خوردن و نوشیدن، زیارت دوستان و غیر اینها از کارهای روزمره‌مان می‌گذرد و تنها 60 ساعت می‌ماند که این تقریباً به 5 روز برابر است. از این سبب بدان که وقت در این ماه بسیار با ارزش است و آن را بیهوده نگذران. نمازهای تراویح را در مسجد بگذار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کی با امام نماز را برپا دارد تا آن دم که امام تمام کند برایش ثواب نماز شب را مینویسند. تلاوت قرآن را بسیار کن. کوشش کن تا آن را حداقل یک بار ختم کنی و یگانه مقصدت تنها فهمیدن و عمل کردن به آن باشد، نه اینکه هرچی بیشتر ختم کنی. در ماه رمضان 10 شبی است که از بزرگترین شب‌های سال است و میان آنها شبی است که بهتر از 1000 ماه است. بسیاری‌ها این فرصت را با گذراندن وقتشان در بازارها برای خرید عیدانه می‌گذرانند و تو باید چنین نباشی. از خودی حاضر همه نقشه‌های بیهوده‌ات را کنار بگذار و وقتت را با ذکر و تلاوت قرآن و دعا پر کن، زیرا درهای آسمان گشاده است. رمضان مهمان توست، پس آن را به خوبی استقبال بگیر.